اگه دنبال بازی موبایلی میگردی که واقعا ارزش وقتتو داشته باشن و بهتر از اون بدون اینکه نیاز باشه 1 ریال هزینه کنی بازیشون کنی، این ویدیو مخصوص خودته. سلام، من شیرینم. به یه ویدیو دیگه از کانال من خیلی خوش اومدی. توی ویدیو امروز قراره که 15 تا از بازی‌های خفن موبایلی رو که رایگان هم میتونی دانلودشون کنی بهت معرفی کنم. سبک بازیایی که معرفی میکنم متنوع و همه جوره توش هست، از بازی‌های آنلاین و چند نفره تا داستانی و هیجانی. لیست به ترتیب از آخر به اوله و شماره 1 این لیست بازیه که به نظر من هر گیمری باید تو گوشیش داشته باشه. پس تا آخر ویدیو همراه من بمون و اگه کانال رو هنوز سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن. بزن بریم. شماره 15 مکاراما. این یه بازی پازلی و فکری و آرامش بخشه که آفلاین هم هست. توی بازی باید یه ربات کوچولو رو توی دنیای سه‌بعدی راهنمایی کنی تا به مقصدش برسه. بازی پر از معماهای خلاقانه است. باید با چرخوندن محیط، بالا پایین بردن اجزا و فکر کردن درست حلشون کنی. موزیکش خیلی آرومه، گرافیکش هم ساده است اما واقعا خوشگله. نکته جذابش هم اینه که یه حالت ساخت مرحله هم داره. دقیقاً مناسب وقتایی که میخوای ذهنت درگیر بشه ولی یه حس خوبی داشته باشی. بازی شماره 14 The Past Within. یه بازی پازلی، معمایی، 2 نفره و البته آنلاین. این بازی فرق داره با هر چیزی که تا حالا دیدی. تو و دوستت باید هر کدوم توی زمان مختلف گذشته و آینده بازی کنید و با کمک همدیگه پازلایی حل کنید که فقط و فقط با همکاری و ارتباط حل میشن. هر کدومتون یه بخشی از دنیا رو میبینه، پس دائم باید با همدیگه حرف بزنید و جزئیات رو به اشتراک بذارید و مرحله جلو برید. گرافیکش هم ساده است. هر پازلش طوری طراحی شده که واقعا مغزتو قلقلک میده. از اون بازی است که نه تنها سرگرم میشی بلکه آخرش کلی حس خوبم داری. اگر دنبال یه تجربه متفاوت از بازی‌های 2 نفره هستی، The Past Within رو از دست نده. شماره 13 شادو فایت 2. یه بازی مبارزه‌ای داستان محور آفلاین که البته بخش آنلاین هم داره. توی این بازی توی نینجای سایه‌ای هستی که قراره با دشمنای قدرتمند روبرو بشی تا درای جهنم رو ببندی. ترکیب حرکات رزمی واقعی با داستان جذاب باعث شده که شادو فایت 2 یکی از خاص‌ترین بازی‌های مبارزه‌ای موبایل باشه. مکانیک مبارزه‌اش دقیق و جذابه، حرکات آهسته و فکر شدن و باید واقعاً زمانبندی حملات رو بلد باشی. اسلحه‌های متنوع، زره، مهارت‌ها و جادوهایی هم هستن که میتونی ارتقایشون بدی و استراتژی خودتو بچینی. گرافیکش هم ترکیبی از سایه‌ها و انیمیشن‌های نرم و حرفه‌ایه که یه حس سینمایی خاص به بازی میده. از اون دسته بازیاییه که هم داستان داره، هم مبارزه درست درمون، هم کلی حس قدرت نینجایی بهت میده. شماره 12 کاتبرد. بازی کاتبرد یه بازی پلتفرمر ماجراجویی آروم اما چالشیه که آفلاین هم هست. تو نقشه گربه بامزه و با بالهاتو داری که وسط دنیای عجیب غریب گیر افتاده. باید راهتو به سمت خونه پیدا کنی. گیم پلیش ساده به نظر میاد ولی مرحله هاش پر از تله و چالش‌های دقیقاً که حسابی تمرکز میخواد. فضای بازی با موزیک ملایم و طراحی مینیمال و خوشگلش یه حس دوست داشتنی بهت میده. خلاصه که این بازی هم باحاله هم بامزه است ولی گاهی بدجوری حرستو در میاره. ولی حس موفقیت بعد از هر مرحلهش خیلی میچسبه. شماره 11 کاور فایر. بازی کاور فایر یه بازی با سبک تیراندازی و داستانی که آفلاینه و البته اکشنه. اگه دنبال یه بازی شوتینگ جذاب با داستان سینمایی و بدون نیاز به اینترنت میگردی، کاور فایر مخصوص خودته. تو نقشه گروه مقاومت قرار میگیری که بعد جلوی یه کمپانی شرور و ارتش سایبریش وایسی. مراحل بازی پر از تنوعن، از اسنایپ زدن گرفته تا هدایت ماشین جنگی. کنترلاش روون و دقیقن. گرافیکش هم واسه بازی موبایلی واقعا چشمگیره. یکی از بهترین ویژگیاش اینه که بدون نیاز به اینترنت میتونی همه کمپینا رو بازی کنی. برای وقتاییه که میخوای بدون دردسر بری تو دل یه جنگ جذاب و قهرمانانه. شماره 10 بامب اسکواد. این یه بازی انفجاریه. چند نفره میتونین بازیش کنین، هم آنلاین و هم آفلاین. همه چی توی اسمش هست. بمب بازم بمب، ولی با یه حال و هوای فان و کاراکترهای بامزه. تو باید توی یه سری مینی گیم مختلف مثل فوتبال با بمب، پرتاب از ارتفاع یا نبردهای تن به تن حریفتو نابود کنی. میتونی با دوستات بازی کنی، چه آنلاین چه با وای فای محلی. یه گوشی به عنوان کنترلر هم میتونه استفاده بشه. گرافیکش کارتونی و خنده‌دار، موزیکش هم حسابی جو میده. بامب اسکواد مخصوص جمعای دوستانه است. هر بار اجراش کنی یه مهمونی انفجاری راه میفته. شماره 9 استامبل گایز. مسابقه‌ای چند نفره بامزه و آنلاین. استامبل گایز نسخه موبایلی و فانتر بازی فال گایزه.
یه عالمه بازیکن آنلاین همزمان با تو میان توی دنیای رنگارنگ و شروع میکنن به دویدن و پریدن و خوردن به موانع. هدف اینه که توی هر مرحله تو جزو اون بازیکنایی باشی که سالم به خط پایان میرسن. اما خب اصلا راحت نیست، چون هم زمین لغزنده است، هم بقیه ازت بی‌رحمانه رد میشن. لباسای بامزه، مودهای متنوع و آپدیت‌های مداوم باعث شدن همیشه چیزی برای کشف کردن توی این بازی وجود داشته باشه. دقیقاً مناسب وقتاییه که دلت میخواد بدون فکر فقط بخندی و حال کنی. شماره 8 موبایل لجندز بنگ بنگ، بازی رقابتی و تیمی موبا و البته آنلاین. این بازی یه تجربه خفن از نبردهای 5x5 توی سبک موبا بهت میده، اونم روی گوشی. هر بازی حدوداً 10 دقیقه است و توی این مدت باید با تیم خودت بجنگی، برجای حریف رو بزنی و مسیر پیروزی رو باز کنی. قهرمانای زیادی داره، هر کدوم توانایی خاص خودشونو دارن، از نینجا گرفته تا جادوگر و تانک. میتونی با استراتژی درست تیمو جلو بندازی و بازی رو ببری. البته توش هم سرعت عمل مهمه، هم همکاری. اگه اهل بازی‌های تیمی و رقابتی حسابی باهاش حال می‌کنی. تازه اسکینای خفن هم داره که ظاهر شخصیتاتو حسابی خفن‌تر می‌کنه. شماره 7 درایو اهد اسپورتس، یه بازی ورزشی آرکید بامزه که هم آفلاینه هم آنلاین. یه بازی دیوونه بازیه که توش با ماشینا فوتبال بازی میکنی. تصور کن به جای بازی کن با ماشین میری وسط زمین و باید با پرش، تصادف و حرکت‌های خفن توپو بندازی تو گل حریف. گیم پلی بازی ساده است ولی ترکیب سرعت، فیزیک بامزه و لحظات غیر قابل پیش بینی باعث میشه که هر راندش یه عالمه خنده و هیجان داشته باشه. البته میتونی با دوستات هم بازی کنی یا توی چالش‌ها شرکت کنی و رکورد بزنی. واسه وقتایی که دنبال یه بازی سبک فان و پر انرژی هستی. شماره 6 Sky Children of the Light، بازی ماجراجویی احساسی اجتماعی که آنلاین هم هست. این بازی یه تجربه شاعرانه است، نه فقط یه بازی. تو نقش یک کودک نوری هستی که باید توی دنیای رویایی و شناور نور رو به سمت سرزمین‌های تاریک برگردونی. محیط بازی مثل یه تابلوی نقاشیه، پر از رنگ، نور و موسیقی هایی که روحتو نوازش میکنن. توی مسیرت با آدمای دیگه از سراسر دنیا آشنا میشی و حتی میتونی باهاشون همکاری کنی تا معماها و چالش ها رو با هم حل کنی. بازی تمرکزش روی ارتباط، احساس و کاوشه. اگه دنبال یه تجربه آروم، قشنگ و متفاوت از بازی‌های موبایلی هستی، این بازی دقیقاً همون چیزیه که لازمش داری. شماره 5 مد اوت 2 بیگ سیتی آنلاین، یه بازی جهانباز، اکشن، رانندگی که آنلاین هم هست. این بازی رو میشه یه جورای نسخه GTA واسه موبایل دونست. یه دنیای بزرگ و بیقانون تو انتظارته که هر کاری دلت بخواد میتونی توش بکنی. از ماشین سواری و مسابقه گرفته تا تیراندازی و انجام ماموریت‌های مختلف. گرافیک بازی نسبت به حجمش خیلی خوبه و محیطاش تنوع بالایی دارن. بیش از 30 نوع وسیله نقلیه مختلف توی بازی هست و حتی میتونی با بقیه بازیکن‌ها توی حالت آنلاین توی شهر بچرخی و رقابت کنی. اگه دنبال یه تجربه شلوغ، آزاد و هیجان انگیز روی موبایل هستی، مد اوت 2 یه انتخاب فوق‌العاده است برای تخلیه انرژیت. شماره 4 سول نایت، یه بازی اکشن، هک اند اسلش، آرکید که آفلاین هم هست. سول نایت از اون بازیاییه که با ترکیب گیم پلی سریع و هیجان انگیز به راحتی میتونه تو رو جذب خودش بکنه. توی این بازی باید بری تو دل دانجن‌های مختلف با کلی موجودات ترسناک بجنگی و اونا رو با کمان و شمشیر و تفنگ نابود کنی. هرچی بیشتر پیش بری دشمنا بدتر میشن و کارت سخت‌تر میشه. ولی همزمان سلاح‌ها و شخصیت‌های جدیدی هم باز می‌کنی که باعث میشه حس کنی همیشه یه چیز جدید منتظرته. گرافیک بازی یه سبک پیکسلی ساده است، ولی این سادگیش اصلاً از جذابیتش کم نمی‌کنه. هر شخصیت ویژگی خاص خودشو داره و این بازی واقعا میتونه ساعت‌ها تو رو سرگرم کنه بدون اینکه حس کنی وقتتو تلف کردی. اگه دنبال یه بازی سریع و پرچالشی که وقتی وقت آزاد داری بتونی یه چند دقیقه بهش وقت بدی، سول نایت با اون اکشن‌های سریع و هیجانش عالیه. شماره 3 استاردو ولی، یه بازی شبیه سازی داستانی و آفلاین. این بازی بی‌نظیره برای وقتایی که میخوای فقط آروم باشی و چیل کنی. توی شهروند خسته از زندگی شهری هستی که مزرعه پدر بزرگتو تحویل میگیری و توش میتونی بکاری، دام پرورش بدی، ماهی بگیری، معدن کشف کنی، با اهالی شهر دوست بشی، حتی عاشق باشی و ازدواج کنی. دنیای بازی کاملا بازه و هر کاری که بخوای میتونی انجام بدی. شاید اولش خیلی سخت به نظر بیاد، اما با گذشت زمان میفهمی که این بازی چقدر آرامش بخش و عمیقه. مخصوصا وقتی که شروع می‌کنی
کنی به گشت و گذار توی دنیای بازی و کشف مکان‌های جدید، یا حتی وقتی رابطه‌هاتو با شخصیت‌های دهکده بهبود میدی. گرافیک بازی به صورت پیکسلیه و به سبک قدیمی، اما خیلی خوش رنگ و لعابه. موسیقی هم که یه حال و هوای آرامش بخشی بهت میده. اگه دنبال یه بازی موبایلی میگردی که بتونی توی دنیای خودت زندگی کنی و از همه چی لذت ببری، این بازی قطعاً بهترین انتخابه. شماره 2 Life is Strange، یه بازی داستانی، درام، فکری که آفلاین هم هست. Life is Strange یکی از بازی‌های پرطرفداریه که حتما باید امتحانش کنی. این بازی داستانی با انتخابای سنگین و عواقب جذاب تو رو در نقش دختر نوجوان به اسم مکسین قرار میده که به طور اتفاقی متوجه میشه میتونه زمانو به عقب برگردونه. این قدرتش باعث میشه که وارد دنیای پر از معما و مشکلات بشه که باید با تصمیمای سخت آینده خودش و اطرافیانش رو تغییر بده. این بازی داستانش واقعا فوق‌العاده است و البته گرافیک بازی خیلی جذاب و هنریه. موسیقی متنش هم حرف نداره. قطعاً این بازی یه تجربه متفاوت از دنیای بازی موبایلیه که بیشتر از هر چیزی به قصه‌گویی اهمیت میده. اگه دنبال یه بازی موبایلی با داستان قوی، معماهای چالش برانگیز و تصمیمات تاثیرگذار هستی، Life is Strange یکی از بهترین انتخاباییه که میتونی داشته باشی. شماره 1 Call of Duty Mobile، بازی سبک تیراندازی اکشن که آنلاین هم هست. Call of Duty Mobile یه تجربه واقعی از سری بازی‌های معروف Call of Duty رو توی گوشی بهت میده. همه چیز از گرافیکش تا گیم پلیش همون حس پرشور و هیجان بازی کنسولی رو داره. از حالتهای کلاسیک مثل تیم دسمچ و بتل رویال گرفته تا نقشه‌ها و سلاح‌های محبوب، همه چیز توی این بازی پیدا میشه. گرافیکش هم واقعا زیباست، جوریه که وقتی توی میدون نبردای راه میری حس می‌کنی وسط یه بازی کنسولی هستی. علاوه بر اون کنترل‌ها به خوبی بهینه‌سازی شدن که توی گوشی خیلی راحت بتونی بازی کنی و هیچ وقت احساس کمبود نکنی. حتی میتونی با دوستات وارد تیم بشین و توی مچ‌های آنلاین بازی کنین یا وارد بتل رویال بشین و برای بقا مبارزه کنین. این بازی امکان شخصی سازی اسلحه ها هم داره که به بازی یه لایه اضافه تری از عمق و استراتژی میده. اگه طرفدار بازی‌های شوتر اول شخص هستی و دوست داری یه تجربه پر از هیجان و رقابت رو توی موبایلت داشته باشی، Call of Duty Mobile قطعاً یه گزینه عالیه که هیچ وقت خستت نمی‌کنه. خب اینو از لیست 15 تا بازی موبایلی که به نظر من واقعا هر گیمر باید رو گوشیش داشته باشه. طبیعتاً تعداد بازی‌های موبایلی که خوبن خیلی بیشتر از این تعدادن، ولی من سعی کردم که لیست رو تقریباً کوتاه نگه دارم. ولی اگر بازی هستش که تو خیلی دوستش داری و فکر می‌کنی که هممون باید روی گوشی تجربهش کنیم، حتما برام توی بخش کامنت‌ها بنویسش. من همه کامنت‌ها رو میخونم و حتی اگر لازم باشه یه بخش 2 هم برای این ویدیو میسازم. اگه این سبک ویدیو رو دوست داشتی، برای حمایت از من فقط کافیه که ویدیو رو لایک کنی و برای یکی از دوستات بفرستیش. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدی. همین دیگه. فعلا خدافظ.